اگه واسه شما هم سواله که تو چند تا شات باید قهوه‌تون رو کالیبر کنید یا اصطلاحاً ادجاست رو انجام بدید و با چه ریتمی باید این کار رو انجام بدید، میتونید تا آخر این ویدیو رو نگاه کنید. من در مورد چیزای تخصصی زیاد نمیخوام داخل این ویدیو صحبت کنم. رسیپی مسابقات که نمیخوام بگم، صرفا ریتم رو دارم بهتون توضیح میدم. دقت کنید بچه‌ها. سعی میکنیم که شرایط دستگاهمون رو پس از روشن کردن و به دمای مورد نظرم که رسید استیبل کنیم، یعنی باز میکنیم میزنیم 20 ثانیه هد گروپ ها کار کنه کامل. حتی میتونی استیمت هم کمی خالی کنی که دستگاه شرایط استیبل دماوری توی روزمرگیتون داشته باشه. نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی اینه که گرایندرتون رو کمی پرش کنید. یعنی چی؟ یعنی بزنید آسیاب کنه که کمی قهوه جدید بیاد داخلش. اولین شاتمون رو روی استیبل ترین پارامترها و متغیرها میزنیم. یعنی اگه بسکت 18 گرم یا 18 گرم پر میکنید، همون رشیو 1:2 یا EBF 50% کارتون رو انجام میدید. اگه دستگاه رو میخواید دماش رو جابجا کنید، همون 92 درجه باشه. پارامترها استیبل باشه و توضیح کردن اینم خیلی مهمه که حالا فعلا باهاش کاری ندارم. اولین شات رو میزنیم. خب بچه‌ها، اولین شاتمون رو ما سعی می‌کنیم که بین 20 تا 35 ثانیه در بیاریم، چون که معمولا تو این بازه زمانی قهوه نه اوور اکسترکتد نه آندر اکسترکتد، معمولا البته ما سعی می‌کنیم تو این بازه زمانی کار رو در بیاریم. اگه قهوه خب خیلی بیشتر، الان ماکو تایم من 31 ثانیه است، اگه بالای 35 ثانیه شد قهوه رو سعی کنید یک کوچولو کورس کنید، درشترش کنید. اگه پایین‌تر شد سعی کنید ریستر کنید. چنانچه زدین و این اتفاق افتاد، قضیه استیبل بود، شات تکرار می‌خوایم، یعنی ما میریم الان شات تکرار میزنیم. خب بچه‌ها، توی شات تکرار هم ما انتظار داریم که دوباره تو همون تایم قهوه رو بهمون بده، یعنی اون میزان از اکسترکتد 1/2 بهمون بده. اتفاقی میفته اگه تو همون بازه زمانی بین مثلا 28 تا 32 33 به اون داد، قهوه کالیبره. نمیگیم قهوه خوبیه، صرفا میگیم کالیبره. ولی حواستون باشه که هد گروپ رو تغییر ندید، با همون هد گروپ کار کنید و هر بلایی که سر قهوه آوردین توی توزیع کردن و دیستریبیوتر کردنش، دوباره همون بلا رو سرش بیارید. شات تکرار من دوباره تو همون تایم اتفاق افتاد، این دفعه تو 29 ثانیه اتفاق افتاد. شات تکرارتون رو میتونید میل کنید. اگه قهوه کمی اسیدی بود میتونید کمی فاین کنید دوباره قهوه رو یا ریز کنید. اگه خیلی تلخ بود دوباره میتونید درشتش کنید. به صورت کلی توی 3 تا شات بعد بتونید قهوه رو صرفا کالیبر کنید، یعنی ریاضیات و اون بازه زمانی به دست بیارید. اینکه قهوه خوبی باشه یا نه برمیگرده به یه سری پارامترهای دیگه که کاملا تخصصیه. ما سعی می‌کنیم توی یوتیوب کاملا توضیحش بدیم. دمتون گرم.